بله چند نمونهشو میگم. من مثلا تئوری برکت به نظرم یه تئوری معنویه. تئوری رزق یه تئوری معنویه. تئوری انفاق به معنای ظرف رو خالی کن تا پرتر بشه. به نظر من به تئوری های معنوی بودنش به این معنی است که میخوام بگم این نظریاتی نیستن که با قوانین فیزیک و شیمی و زیست شناسی، یعنی علوم تجربی طبیعی، و حتی با قوانین روانشناختی و جامعه شناختی و اقتصادی و اینا نمیشه تعبیرشون کرد. مثلا مثال بزنم، یکی مثلا نظریه برکت. ببین نظریه برکت این نظریه است که ممکنه شما کاری رو انجام بدید، منم کاری رو انجام بدم که این دو تا کار به لحاظ فیزیک کار هیچ فرقی با هم نکنه. اما جهان هستی یکی از این دو تا کار رو نشو و نما میده، یکیش رو نشو و نما نمیده. یعنی یک کار را موصل به هدف میکنه، یک کار را موصل به هدف نمیکنه. این نظریه برکتی که از عهد عتیق از کنم که در آیین‌های غربی وجود داشته و از زمان کنفوسیوس هم در چین وجود داشته که ما بهش میگیم نظریه برکت. میگه کارش برکت نداشت اما کار فلانی برکت داشت. توجه میکنید؟ ببینید هنوز هیچ نظریه حتی در روانشناسی نمیتونه بگه چجور میشه بعضی کارها نشو و نمای کیهانی پیدا میکنن، بعضی کارها نشو و نمای کیهانی پیدا نمیکنن. مثل دو تا دانه که شما بندازید تو خاک باغچه‌تون، یکیش میپوسه و نابود میشه، یکیشو میبینید نهالی زد و کم کم درختی شد و درخت تناور رو میبدهی شد. به این میگن نظریه برکت. یا نظریه رزق. ببینید ممکنه شما ماهی 3 میلیون تومان درآمد داشته باشید، منم ماهی 3 میلیون تومان درآمد داشته باشم. یعنی هر دومون اگر مسئله مالکیت باشه، هر دومون مالکیتمون به لحاظ اقتصادی مساویه. شما درآمدتون ماهی 3 میلیون تومانه، منم درآمدم ماهی 3 میلیون تومانه. و فرضاً بکنید در یک شبکه مناسبات اجتماعی زندگی می‌کنید. شما با همون تورمی روبرویید که من، با همون گران فروشی، با همون کم فروشی، با همون احتکار، با همون بیکاری، با همون تورم، هر چیزی. ولی یه وقت می‌بینید که شما 3 میلیونی که درآمدتونه، هر 3 میلیون رزقتون شد و من از این 3 میلیون 500,000 تومان از رزقم نشد. 2 میلیون دیگه‌اش از گلوی من پایین نرفت. گلو که میگم اینجا معنای رمزی داره. یعنی هر دو ما 3 میلیون تومان داریم، ولی شما با این 3 میلیون کاری انجام میدید که من با 30 میلیونم اون کار رو نمیتونم انجام بدم. توجه میکنید؟ این چرا این پیش میاد؟ مثلا چرا فرض کنید که من 3 میلیون دارم ولی 500,000 تومانش خرج بیماری بچه‌م میشه، 200,000 تومانش هم توی تاکسی جا میذارم، توی معامله یعنی کسی 70,000 تومان کلا سرم میذاره، آخر ماه میبینم 3 میلیون تومان داشتم، 500 میلیون تومانش گوارده شد در وجود من. حالا وجود من که میگم خب مثلا توی مثال وجود منه و همسرم و فرزندانم، ولی بالاخره این گوارده شد در وجود من و انگار 2 میلیون دیگه‌اش هوا منصورا گم شد تو جهان. اما شما ممکنه هر 3 میلیون در واقع، این نظریه رزق. نظریه رزق در واقع این نظریه است که مالکیت هیچ ربطی به تمتع نداره. ممکنه کسی مالکیتش 10 برابر من باشه ولی تمتعش 1/10 من باشه. یک کسی ممکنه مالکیتش به اندازه من باشه ولی تمتعش 10 برابر من باشه. خب این رزق که یه چیزی رزق تو نیست، ولی گیرت هم میاد تو پسندازت هست ولی رزق تو نیست، عائد تو نمیشه. این نظریه است که تو روانشناسی، تو اقتصاد، تو این دو تا علمی که به نظر میاد ما این میتونن ربط داشته باشن، هیچ تعبیری براش وجود نداره. یا نظریه انفاق، یعنی نظریه ظرف خالی که تو این ثروتی رو که داری بده، هستی به محض اینکه یک ظرفی رو تو با اراده خودت خالی کردی حتما پرتر از قبل میکنه. تو این 10 میلیون رو بده حتما 11 میلیون بهت برمیگرده و اگه 20 میلیون دادی ممکنه 30 میلیون بهت برگرده. یا علمت رو تو بی بخل، بی مزایده علمت رو
انتشار بده، بعد می‌بینی اصلا من حیث لا یحتسب انگار ذهن جوشش علمی جدید پیدا کرد. اینو بهش میگیم نظریه انفاق دیگه، یا نظریه خالی کردن ظرف. تو ظرف‌هایی رو که هستی برات به رایگان پر میکنه، تو رایگان بخشی کن، چون هستی به رایگان همه اینا رو به تو میده. ما هیچ چیزی نیست که استحقاق قبلی داشته باشیم در گرفتنش، و اگرم به من داده نشده به خاطر عدم استحقاق قبلی نیست. اصلا بحث استحقاق و عدم استحقاق نیست، یک نوع رایگان بخشی در کیهان برقرار، در هستی برقرار. این علمی را که تو رایگان به تو داده شده و یک ذره‌شو به حساب خودت نمیتونی بنویسی، یک ذره‌شو، اینه که رایگان به هستی داده، تو هم رایگان برگردون به هستی. وقت می‌بینی هستی بیش از اونی که داده بودی به هستی باز میده، و باز دوباره اگر همین کارو تکرار کردی باز می‌بینی دائما هر چه ظرفت با علم و اراده خودت خالی میشه، اگه با علم و اراده خودت خالی شد، نه با زور گوشتو گرفتن و ازت مالیات گرفتن، نه خودت انفاق کردی، اون وقت برمیگرده به این باز یه قانون معنویه. یعنی قانونی است که شما نمیتونید با روانشناسی تبیینش بکنید. حالا تعداد این قوانین چند تاست؟ من خودم هیچ استقصایی نکردم. شما دیگه تو آثار بعضی از معنویان جهان استقصا میشه که چند تا قانون وجود داره، قوانینی که نه با علوم تجربی طبیعی نه با علوم تجربی انسانی، حتی روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد، نه قابل تبیین نیستن، ولی واقعیت دارن. ولی واقعیت نسبت پیدا می‌کنه با عقلانیت در پروژه شما. یعنی الان ما اینا رو پذیرفتیم به عنوان نظریه یا قوانینی که معنویت گرایی برای اینا استواره. از یک طرف هم شما بر اساس عقلانیت هم پیش برید. حالا من عرضم اینجاست که عقلانیت به چه معنا اینجا معنا پیدا میکنه در باب این تئوری ها. خب عقل میتونه سخن عقلانی بگه. بله حالا توجه به اینکه فهمید با روانشناسی بله دقیقاً. خب برای جواب این سوال اول باید بین عقل و عقلانیت تفکیک کنیم. ببینید یک عقل داریم که بحثش اپیستمولوژیکه، یعنی تو اپیستمولوژی به ما میگن که یکی از منابع ششگانه شناخت عقله. یکیش ادراک حسیه، درسته؟ یکی درون‌نگریه، یکی حافظه است، یکی شهوده، یکی گواهیه، یکی هم عقله که عقل هم خودش به سه شاخه تقسیم میشه. عقل یعنی بحث ریزن یا حتی اینتلکت، این بحث در اپیستمولوژی، یعنی در معرفت شناسی که یکی از منابع شناخت عقل. یک بحث دیگه داری به نام عقلانیت. عقلانیت غیر از عقل یک سبک زندگی. شما یک سبک زندگی که در پیش بگیرید میگن سبک زندگی عقلانیه. در قبالش سبک زندگی‌های دیگه هم وجود داره. یعنی مثلا در سبک زندگی‌های کلی جهانی میشه گفت 5 تا سبک زندگی کلی وجود داره. یکی سبک زندگی لذت جویی ناسنجیده که عموم مردم، توده‌های مردم دارن. یکی لذت گرایی سنجیده است، یکی عقلانی زیستیه، یکی مؤمنانه زیستنه و یکی عارفانه زیستنه. 5 تا سبک زندگی بزرگ تو عالم وجود داره که هر کسی بالاخره کم و بیش از این سبک‌ها براش غلبه می‌کنه بر زندگیش. حالا عقلانیت یک سبک زندگیه و بنابراین با اپیستمولوژی و شناخت و اینا سر و کار نداره. اگر شما تو زندگیتون بر اساس یه مبانی مشی میکنید، یعنی رد و قبول و قهر و آشتی و صلح و جنگ و سخن و سکوت و عزا و عروسی و همه چیتون بر اساس یه مبانی خاصی باشه، میگن فلانی زندگی عقلانی میکنه. توجه میکنید؟ این سبک زندگی. بنابراین برخلاف عقل که با شناخت سر و کار داره، یعنی با نظر سر و کار داره، عقلانیت با عمل سر و کار داره. یه طرز عمل عقلانیه، یه طرز عمل عقلانی نیست. اینو با هم این تقابل به این جهت گفتم که آدمی که عقلانی زندگی میکنه، معنای عقلانی زندگی کردنش این نیست که همه سخنانش فقط مستند به عقله. توجه میکنید؟ نه، کسی که عقلانی زندگی میکنه سخنانش یا مستند به ادراک حسیه تو شناخت، تو قسمت شناخت میشه، یا مستندش هم گواهیه، یا مستند شهوده، یا مستندش عرض کنم که حافظه است، یا مستندش درون‌نگریه، یا مستندش عقله.
یعنی نباید با فکر بکنیم که اگر کسی که عقلانی زندگی میکنه باید تمام سخنانش با یکی دو تا سه تا واسطه به عقل بیانجامه. نه، به ادراک حسی هم که بیانجامه اشکالی نداره. حالا از این میخوام چه نتیجه بگیرم اینه که اگر کسی عقلانی زندگی بکنه ممکنه برای یک سخنش دلیل عقلی نداشته باشه اما دلیل تجربی داشته باشه. دلیل تجربی هم که من میارم با عقلانیت منافات نداره ها. توجه می‌کنید؟ یعنی آدمایی که عقلانی زندگی میکنن برای بعضی از سخنانشون دلیل عقلی میارن، برای بعضی از سخنان دیگه‌شون دلیل تجربی میارن، کما اینکه برای بعضی از سخنان دیگه‌شون استنتاج بهترین تبیین رو پیش میکشن. درسته؟ برای بعضی از سخنانشون اصلا مستند به حسشونه. بعضی از های باید باشه. بین الازهای باید باشه. حتما باید باشه. خب حالا این قوانین معنوی که بعضیشو فرزانگان در طول تاریخ کشف کردن، بعضیشو عارفان کشف کردن، بعضیشو بنیانگذاران ادیان و مذاهب کشف کردن، این قوانین تجربی هستند، دلیل عقلی ندارن، دلیل تجربی دارن. اما دلیل تجربی یک حسن، مثلا همین قانون رزق یا همین قانون برکت یا همین قانون ظرف خالی، دلیل تجربی یک حسن داره نسبت به دلیل عقلی و یک عیب هم داره. حسن دلیل عقلی نسبت به دلیل تجربی اینه که تو دلیل عقلی شما میتونید همینطور بنشینید و بدون اینکه ذره‌ای به خودتون زحمت بدید فقط و فقط و فقط و فقط فکر کنید. درسته؟ مگه نمیگن روش استدلال فلسفی sit and think، بنشین و فکر بکن، بنشین و فکر بکن، وقت میبینید که آره این مثلا مطلب درسته به لحاظ عقل. خب راحته دیگه. از نظر به این نوع تفکر میگن arm chair thinking. درسته؟ این تفکر روی مبل راحتی. دلیل عقلی حسنش اینه که اما دلیل تجربی باید تو یه کاری بکنی. تا یه کاری نکنی که نمیتونی. مثلا من اگه بخوام ببینم که این شکننده است یا شکننده نیست، از الان تا صبح قیامت بنشینم و فکر بکنیم با هم بحث بکنیم راجع به ماهیت سفال و جعل مرکب و جعل بسیط و وجود و ماهیت و بود و نمود و اینا، که نمیتونی بفهمی شکننده است یا نه، چون اصلا سنخ عقلی نیست. خب برای اینکه بخوام بفهمم شکننده است یا نه باید چیکار بکنم؟ باید دست به یه کاری بزنم و اون کار اینه بلند کنم و با شدت بکنم به این دیوار، وقت ببینم این شکننده است یا شکننده نیست. این کاری است که تو دلیل تجربی تو باید بکنی که تو دلیل عقلی این کارو نباید بکنی. این در واقع حسن دلیل عقلی نسبت به دلیل تجربی. سخنانی که اینا میگفتن، یعنی عارفان میگفتن، فرزانگان، بعضاً بنیانگذاران ادیان و مذاهب میگفتن، یعنی قوانین معنوی، اینا دلیل تجربیه. بنابراین تو باید تجربه کنی. درسته؟ یعنی تو باید 10 میلیون تو الان که تو حساب بانکی داری بدی، ببینی آیا تجربه گواهی میکنه قانون ظرف خالی رو یا نه. اون وقت تمام گرفتاریش اینه که اون کاری که باید بکنیم رو ما معمولاً حاضر به کردنش نیستیم. توجه میکنید؟ چون اگر تو بخوای، اگه دلیل عقلی بود نشستی حتی رو مبل و میگفتی که خب علی قاعده طبق این قاعده و این قاعده و این قاعده این قانون درسته یا نادرسته، ولی حالا که دلیل تجربی میخواد تو باید 10 میلیون بدی، برو خالی کن بده به فقرا، به مساکین، اون وقت ببین. اون وقت حالا شیر خدا میخواد که به چند کاری رو انجام بده که اون 10 میلیون اولیه رو حاضر باشه. که توجه میکنید تو بخل و ظننت تو علمت نداشته باش، باید اگه میخواد دلیل تجربی باشه باید تجربه کنه دیگه. پس باید بهش بگیم آقا تو تمام معلوماتت رو بدون بخل و ظننت، بدون اینکه اول بعد به صورت پیپر در بیاری و تو یک مجله علمی پژوهشی چاپ کنی، اول برای مخاطبت، برای پرسنده بگو، وقت بعد میبینی که علم میجوشه برات. اما اینو باید تجربه کردیم. اینه که این عقلانیت و معنویت، وقتی من میخوام بگم عقلانیت به عنوان یک سبک زندگی، عقلانیت با معنای سبک زندگی معنیش نیست که هر حرفش دلیل عقلی داره. دلیل چی میتونه داشته باشه؟ تجربی. و اتفاقا این قوانین معنوی همشون دلیل تجربی دارن. تو باید اون ریسکی که برای هر، همونطور که اینجا ریسکش این بود که من باید اینو حاضر باشم که وقتی بخوره به این دیوار و بشکنه، ولی تا نزنمش به این دیوار بالاخره نمیفهمم این شکننده است یا شکننده نیست. به همین ترتیبم آدم تو زندگی معنویش باید این آزمایش‌ها رو انجام بده، ببینه واقعا وقتی بخل و ظننت به خرج نمیده و رایگان خدا بهش داده یا هستی بهش داده رایگان هم میده،
اینو بکنه تا بعد ببینه آیا واقعا